بسم الله الرحمن الرحیم. جناب خسروی عزیز، قبل از اینکه آخوندها و روحانیون محترم در شبکه شما فرمودید هستند و ایشون قرار مناظره انجامید، من فعلا با اونها کاری ندارم. جناب آقای هاشمی اگر اجازه بفرمایید این روش شیخ آقای هاشمی همه بینندگان میدونن. شما فرمودید ما تماس بگیریم برای مناظره، ما هم تماس گرفتیم برای مناظره. الان شما دارید وقت رو تلف میکنید. ما الان اگر شما بحث ماهیت شناسی میخواید ما راحت میتونیم بحث ماهیت شناسی رو شما بحث بکنید. اگر مناظره میخواید ما مناظره. ببینید آقای هاشمی، ادب مناظره، جناب هاشمی عزیز، ادب مناظره، ببینید ادب مناظره اقتضا میکنه یک سوال شما بکنید ما پاسخ بدیم، یه سوال ما بپرسیم شما این عدالت مناظره. شما یه سوال کردید بنده پاسخ دادم، خواهش میکنم اجازه بدین حالا سوال رو آقای ابوالقاسمی مطرح کنن دیگه. بفرمایید آقای ابوالقاسمی. بله آقای هاشمی، شما درخواست دارید، اول ما گفتیم حاضریم با شما مناظره بکنیم، شما گفتید برای مناظره، ما گفتیم چشم و الان تماس گرفتیم. اولین سوال ما از شما، آیا شما قبول دارید چیزی به اسم وهابیت وجود دارد یا خیر؟ اینو ما میخوایم بدونیم، چون آقای بن باز مفتی اعظم عربستان میگه وهابیت هست، آقای البانی عالم سرشناس وهابی میگه ما علمای نجد حنبلی بخشی از حنابلة هستیم ولی در باب توحید نه حنبلی ها رو قبول داریم، نه شافعی ها، نه حنفی ها، نه مالکی ها. هیچ کدام توحید رو درست نفهمیدند و ما توحید رو درست فهمیدیم. ما میخوایم بدونیم، چون شما بارها تاکید میکنید چیزی مثل وهابیت نیست. الان جناب آقای موسی بهمنی عالم سرشناس اهل سنت، بنده شیعه، ما از دو مذهب سرشناس اسلامی اینجا هستیم، میخوایم ببینیم آیا شما واقعا سنی هستید یا شما وهابی هستید. این سوال برای عزیزان حل بشه. آقای خسروی عزیز، ما قبل از این که فکر کنم آقای قاسمی ابوالقاسمی بود که صحبت می‌کردن، ما فعلا با ایشون گفتگویی نداریم. ببینید نشد. ببینید آقای جناب هاشمی، ببینید من اینجا مجری برنامه هستم، من مثل جناب علی نیستم. آقای حضرت آقای هاشمی، جناب هاشمی صدای من رو نبندید رو آنتن، من صحبت میکنم. ببینید این که نمیشه که شما صدای من رو آنتنتون قطع نکنید بعد من. ببینید آقای هاشمی، اگر قرار باشه که ادب مناظره رعایت نشود و ما میایم رو خط، ببینید ما پیش بینی میکردیم اگر ما بیایم صحبت بکنیم شما صدای ما رو قطع میکنید. الان صدای ما رو قطع کردید. آقای هاشمی عزیز، واقعا اگر دنبال تبیین حقیم برادر من، اجازه بدیم که منطق رعایت بشه. شما صدای منو رو آنتنتون قطع میکنید. ما قبلا گفتیم که این پیش بینی ها رقم میخوره، اینها صدای ما رو قطع میکنن، شما صدای منو قطع میکنید. من اینجا مجری برنامه هستم، مثل جناب علی از اون مراتب فضل برخوردار نیستم که هم در مورد نجوم صحبت کنم، هم در مورد عرفان صحبت بکنم، هم بگم من عالم رجال هستم، هم حدیث شناس هستم. من این مراتب فضل شما رو ندارم. ما دو تا استاد فرزانه و فاضل آوردیم، هم از اهل سنت عزیزمون، هم از برادران شیعه. اینها سوال مطرح میکنن، شما اجازه بدید بحث علمی در بگیره، نه رفتار در واقع روانی بکنید، نه موجسازی بکنید. صدای من رو هم قطع نکنید. شما الان از اول من صحبت میکنم شما صدای من رو قطع میکنید. این که درست نیست. الان بینندگان دارن قضاوت میکنن. این برازنده واقعا یک منش علمی و متین فکر میکنم نباشه. جناب علی هم حتما میپذیرید عرض من رو. آقای ابوالقاسمی بفرمایید شما سوالتون مطرح کنید. حالا سوال بنده دوباره. آقای هاشمی یه لحظه، آقای هاشمی اگر صدا رو قطع نکنید یک لحظه اجازه بفرمایید دیگه. آقای هاشمی و ادب شما واقعا لذت میبرم و کاش مجریان شبکه‌های دیگر هم مانند شما این ادب و این متانت رو در تعابیر در واقع نوع دیالوگ به کار می‌گرفتن و این ستودنی ملت ایران به حمدالله. جناب ابوالقاسمی من عذرخواهی میکنم. ببینید وقت مردم خیلی مهمه، بحثو به حاشیه نکشونیم، سوال علمی مطرح کنیم. آقای هاشمی قبل و بعد ما بنا بود مناظره کنیم دیگه. جناب آقای هاشمی اجازه نمیدم صحبت بکنید. شما هم اجازه نمیدم صحبت بکنید. صریح گفت اجازه نمیدم صحبت بکنید. آخه چرا؟ و بعد نوبی میمانان میرسه. نظرتون چیه آقای خسروی؟ آیا این به نظرتون جناب هاشمی دوست عزیز، جناب آقای هاشمی قربان، من واقعا اینجا نیومدیم محاجه های نفسانی بکنیم، ما میخوایم بحث علمی کنیم. شما سخن علمی رو بشنوید، پاسخ علمی بدید. چرا میکشونید به حاشیه؟ بحث حاشیه استدعا میکنم برادر گرامی، من خواهش میکنم
اجازه بدید اون فضای متین و ادب مقتضی یک بحث علمی و معتدل و عدالتگرایانه بدون اتهام زدن. شما همین از اول تا الان 2 3 تا اتهام وارد کردید، الان میگید من با شما مناظره نمی‌کنم. چرا آخه؟ چه فرقی میکنه؟ بذارید مناظره در بگیره. بفهمید آقای ابوالقاسمی سوالتون چیه؟ ما تماس گرفتیم برای مناظره. اگر میخواید بحث‌های حاشیه‌ای بکنید میتونید بعداً با بحث‌های واحد رسانه‌ای صدا و سیما تماس بگیرید، صحبتاتون بکنید. الان بحث علمی، اونی که ما اینجا هستیم برای صحبت کردن اینه که آیا بنده به عنوان شیعه اینجا نشستم، جناب آقای ماموستان به عنوان یک عالم سنی نشستن، شما که ادعا میکنید سنی هستید و میگید چیزی به اسم وهابیت وجود نداره، آیا واقعا جرأت دارید کلام علمای وهابی رو مطرح کنید یا خیر؟ میخوام بذاریم یک سر سریع باشیم با هم دیگه. اگر میهمان شما توان ساکت شدن ندارن، بذار تشریف ببرن بیرون از استودیو آبی چایی میده فرمان. بذار فعلا خودمون با هم دیگه صحبت کنیم. در صورت ما الان این که نشد آقای هاشمی، ببینید آقای آسمانی هستیم و این میهمانان شما هستن. فعلا این میهمانتون بذارید گوشه دست تشریف داشته باشن، استراحت بکنن. آقای هاشمی، برادر من، آقای هاشمی، من تصورم از جناب عالی حضرت آقای هاشمی استاد دانشگاه هستیم، مطالب شما بسیار وزینه. من واقعا حقیقتا بدون تعارف و مجامله در واقع میگم که شما حضرت آقای هاشمی میتونم در رسانه‌های ایران دیدم و کاش که شبکه‌های دیگر از شما بهره می‌بردن و جای شما در طرف حضرت آقای هاشمی جناب اول با هم دیگه به نتیجه‌هایی برسیم، مشخص بشه در واقع شاکله مناظره، تارتیب مناظره دقیقاً. ببینید نمیذارید آخه شما الان بر منبر وعظ نشستید، یک تنه دارید سخن میگید، نمیذارید ما صحبت کنیم. این که نمیشه که. صدای شما رو که قطع کردن، ما هم که مهمان هستیم، صدای ما هم که وصل نمی‌کنن، با مهمانام که نمیخوان صحبت کنن. من به نظرم آقای خسروی کفایت می‌کنه همین مقدار. جناب آقای هاشمی، شبکه قرآن و معارف سیما